در جلسه 41 میخوایم که مطالب فصل دوم از جلد دوم کتاب آموزشیمون، یعنی کتاب Adult Piano Adventures یا هم ماجراجویی‌های پیانو برای بزرگسالان رو ادامه بدیم. در جلسه گذشته با مبحث خطوط اضافه باز بیشتر آشنا شدیم، یه سری مطالبش اضافه شد و البته یه سری چیزها هم یادآوری شد. میخوایم که تمرکز این جلسه‌مون رو بذاریم روی مبحث پدالگیری و در 2 قطعه یه سری مطالب و نکات رو در این حوزه با هم دیگه مرور کنیم. در کتابمون در صفحه 20 میخواد کانکتد پدالینگ یا همون پدال لگاتو اصطلاحاً این رو برای ما توضیح بده. کل توضیحاتی که داده در چیزی که شما میبینید و صحبت‌های من خلاصه میشه. قراره که ما به کمک پدالگیری و نحوه اون که الان من قراره به شما توضیح بدم کمک کنیم صداها به همدیگه اتصال پیدا کنن و به اصطلاح با پدال بتونیم ما لگاتو رو برقرار کنیم. حالا به چه شکل؟ ما باید سازوکار بین عملکرد کلید در پیانو و همینطور پدال رو با همدیگه کاملا درک بکنیم و وقتی که این اتفاق بیفته قطعا متوجه میشیم که باید چطور پدال بگیریم. با توجه به علامت پدال، اون جاهایی که یه حالت هشتی به سمت بالا اومده و قرار ما اونجا پدال رو تعویض کنیم، نقطه مد نظر و نقطه مهم کار ما هست. حالا در کل ما فرض کنیم میخوایم این 2 میانی رو به صورت پشت سر هم اجرا بکنیم و ببینیم که بعد با کمک پدال چطور میتونیم لگاتو رو روی همین یه نوت برقرار کنیم و بعد صحبت‌های بیشتری رو در ادامه با هم داشته باشیم. میبینیم که بدون پدال صداها به هیچ عنوان به همدیگه متصل نمیشن و ما هر چقدر هم که فاصله برداشتن و گذاشتن دستمون رو کم کنیم باز هم اون تنفس و اون سکوت بین هر قطع و وصل شدن کلید رو میشنویم. حالا اگر پدال رو کامل نگه داریم طبیعتا میبینیم صدا اصطلاحاً ساستین پیدا میکنه و عملکرد پدال رو ما میشنویم. اما اگر بخوایم که بین هر در واقع نواختن نوت 2 ما یه پدال تعویض بکنیم به چه صورت هستش؟ اول انگار میخوایم اسلو موشن این کار رو با هم دیگه بررسی کنیم. وقتی که من دکمه رو فشار میدم، وقتی کلید پیانو رو من فشار میدم و نگه میدارم، میبینیم که صدا در واقع شنیده میشه تا زمانی که ولش بکن. حالا اگر من به محض اینکه کلید رو فشار میدم پدال رو هم بگیرم و دستم رو بردارم طبیعتا صدا رو میشنوم. حالا اگر بخوام دوباره کلیدم رو فشار بدم به محض اینکه دستم پایین مونده پدال رو عوض میکنم، پدال رو عوض میکنم، پدال رو عوض میکنم. میبینین پدال برداشتن و گرفتن تماما یک آن هستش، خیلی کورسی نداره، ما باید در یک لحظه برداریم بگیریم. پس دیدیم که من با این تصور که انگار که هر وقت که من کلید رو فشار میدم پای من بالا میاد و مجدد میره پایین. یه تصور ذهنی میتونه این باشه که انگار این کلید به پدال متصل هستش و وقتی من فشار میدم پدال برداشته میشه و مجدد گرفته میشه. حالا یکم اگه بخوایم این کار رو جذاب تر کنیم میخوام از یه 2 تا 2 یعنی انگار یه گام دو ماژور رو من به کمک پدالگیری به صورت لگاتو و صرفا با انگشت 3 خودم اجرا کنم، ببینیم که به چه صورت میشه.
باز نکته‌ای که بهش تاکید میکنم این هستش که انگار تعویض پدال ما یک تنفس دیرتر از در واقع عملکرد دست ما، یعنی اگر من پدال رو گرفتم و مثلا این نوت رو دارم میشنوم، ر رو فشار میدم، پدال رو ور میدارم میگیرم. یا باز برای تاکید بیشتر انگار که اسلو موشن این کار به این صورت هست. به همین سادگی. حالا در انتهای صفحه 20 کتابمون یه پدال اکسرسایز داریم. قراره که روی آکوردهای در واقع درسمون پدال رو بگیریم و انگار آکوردها رو به همدیگه لگاتو کنیم و در واقع آکوردها رو انگار با پدال صداشون رو به همدیگه متصل کنیم. همزمان شما پدالگیری من رو هم در تصویر میتونیم مشاهده کنیم. میبینیم که با میزان نمای 4/4 هستیم و از یه آکورد دو ماژور پایینتر از دو میانی با نوت‌های دو می سل طبیعتا شروع میشه. خیلی دینامیک و داستان این چنینی مهم نیست، صرفا پدالگیری و پدالگیری در واقع به موقع و کاملا صحیح برام مد نظر است. با میزان نمای 4/4 هستیم، با یه تمپوی آروم براتون اجرا میکنم، با هم دیگه میشنویم. 3 4 حالا هم کتاب از ما خواسته همین تمرین رو به صورت دو دستی اجرا کنیم، با این تفاوت که در واقع دست راستمون که اضافه شده یک اکتاو بالاتر از دست چپمون باشه با همون آکوردها به صورت کاملا مشابه. پس اگر این دو میانی هستش با دو ماژوری که روی دو میانی ساخته میشه با دست راست هستیم، دست چپمون هم که به همون صورت. براتون اجرا میکنم، با هم دیگه میشنویم. 3 4 حالا در صفحه 21 کتابمون قطعه‌ای داریم به نام تپس در 3 خط و همونطور که می‌بینید صرفاً برای دست چپ نوشته شده این قطعه و می‌خوایم که باز پدالگیری رو روی این قطعه بیشتر تمرین کنیم. می‌بینیم که در میزان‌نمای 4/4 هستیم و روی آپ بیت ضرب 4 در واقع قطعه‌مون شروع شده. تمپوش هم خیلی معمولی و نسبتا آرومه. می‌بینیم که با انگشت شماره 3 در دست چپ و از ری پایینتر از دو میانی، اگر دو میانی باشه ری پایینتر از اون، از اینجا شروع میشه و می‌بینیم که یه سری لگاتوهایی رو هم قراره برقرار کنیم به همراه علامت‌های پدال و همینطور یه سری تغییر دینامیکایی. در انتهای قطعه‌مون هم علامت فرماتا داریم. چیز خاصی نیست. کتاب برای ما در واقع نوشته که ابتدا این قطعه رو بدون پدال اجرا کنیم. میخوام که اجرای بدون پدالش به عهده شما باشه. من اجرای نهایی رو که قراره به همراه پدالگیری باشه رو براتون اجرا میکنم، با هم دیگه بشنویم. 1 2 3
و حالا در صفحه 22 کتابمون قراره که 3 تا نوت جدید رو با کلید سول و به کمک خطوط اضافه با هم دیگه یاد بگیریم. همونطور که می‌بینیم تو کتابمون برای ما با کلید سول 3 تا نوت دو سیلا رو معرفی کرده و گفته که نوت دوی مد نظر ما روی دومی خط اضافه بالاتر از حامل ها با کلید سول هستش. نوت سی پایین تر از اون بالای خط اضافه اول بالاتر از حامل ها با کلید سول و همینطور نوت لای باز پایین تر از اون در واقع روی خط اول اضافه بالای حامل ها با کلید سول هستش. حالا میخوایم ببینیم که این نوت ها نسبت به حالا نوت های آشناتری که قبلا بلد بودیم جایگاهشون به چه شکل هستش. اگر خاطرتون باشه نوت دوی میانی رو ما با کلید سول اینجا با خط اضافه پایین حامل ها تعریف میکردیم. این نوت دویی که الان یاد گرفتیم در واقع به نوعی 2 اکتاو بالاتر از دو میانی، یعنی اگر این دو میانی باشه یا همون میدل سی، این نوت دو تربل بود اگه خاطرتون باشه در صفحه 16 یاد گرفتیم. این میشه اکتاو بالاتر از دو میانی و باز این نوت دو 1 اکتاو هم باز بالاتره، یعنی این نوت نسبت به دو میانی در واقع 2 اکتاو بالاتره و همینطور که میبینیم یه نوت پایین ترش نوت سی و بعد باز پایین ترش نوت لا. کتاب از ما خواسته که اینها رو روی ساز تمرین کنیم. میخوام اجراش رو و پیدا کردنش روی ساز رو به خودتون واگذار کنم. کار بسیار ساده‌ای هستش. حالا در ادامه همین صفحه کتاب میخواد یه نمونه دیگری از آکورد دومینانت 7 رو که اصطلاح خودش در حالت کلوز پوزیشن یا پوزیشن نزدیکتر یا توی کتابای فارسی بهش اشاره شده، کتابای هارمونی فارسی منظورم لزوما این کتاب نیست، بهش میگن پوزیشن بسته تر. ببینیم که داستان از چه قرار. اولا که ما صحبت ما الان در فضای تونالیته دو ماژور هستش. خب از قبل میدونستیم که در تونالیته دو ماژور آکورد دومینانت 7 که اینجا برام کشیده در حالت پایگیش نوتاش هست سول، سی، ره و بعد فا. این ساده ترین حالت آکورد دومینانت 7 در فضای دو ماژور. یاد گرفتیم که در حالت معکوس ما میتونیم از نوت سی شروع کنیم آکوردمون و رمون هم حذف کنیم، سولمون هم یک اکتاو بندازیم بالا، یعنی خواهیم داشت سی، فا و بعد سول. حالا کتاب گفته که یه نمونه دیگری هم باز میتونیم داشته باشیم از آکورد دومینانت 7 که این نمونه هستش، به این صورت که ما به جای نوت سی در پایه از نوت ر استفاده میکنیم، یعنی خواهیم داشت ر، فا و بعد سول. این نمونه جدیدی از این آکورد هست که قرار ما یاد بگیریم و اینها هم شماره انگشتا هست، یعنی ما تا الان در حالت معکوس دومینانت 7 داشتیم با انگشتای 5 2 1 در دست چپ نوت‌های سی، فا، سول. حالا می‌خوایم داشته باشیم با انگشتای 4 2 1 نوت‌های ر، فا، سول. این صرفاً یه حالا اصطلاحاً خودش alternate dominant 7 یا نوع دیگری از آکورد دومینانت 7 هستش. میبینیم که یه خورده نوت ها اینجا به هم نزدیکتره تا نمونه‌ای که قبلا بلد بودیم. اگر خاطرتون باشه در قطعه The Carnival of Venice در انتهای جلد یکم که به عنوان قطعه‌ای بود برای مرور کل درس‌های ما در جلد 1 از این آکورد اما در تونالیته سول ماژور ازش استفاده شده بود و اون موقع ما نمیدونستیم که در واقع این نوعی از دومینانت 7 اما اینجا یاد گرفتیم و فهمیدیم که میتونیم آکورد دومینانت 7 رو هم در حالت پایگی به این شکل، هم در حالت معکوس و هم این نمونه جدیدی که یاد گرفتیم داشته باشیم. حالا در قطعمون در صفحه های 22 و 23 به نام او سول میو در ایتالیایی به معنای خورشید من در تونالیته دو ماژور میبینیم که در 7 خط قطعمون نوشته شده. کتاب از ما خواسته قبل از هر چیزی فرم قطعه رو بررسی کنیم. خودش به ما گفته که یه آ و آ پریمی در کاره. ما میخوایم ببینیم که چه میزانهایی به آ و چه میزانهایی به آ پریم تعلق داره. اگر دقت کنیم میبینیم از میزان 1 تا انتهای میزان 16 یعنی خط 4
میزان سوم میتونه آ باشه و مابقی از میزان 17 تا انتها هم پارت آ پریم. عمده ترین تفاوت این دوتا پارت در عین شباهت ملودیاشون به هم بحث این هستش که آ پریم در واقع انگار به نوعی یک اکتاو بالاتر در کل نوشته شده و در انتها هم آ پریم یه تفاوت جزئی با آ داره، به خاطر همین آ پریم نامگذاری شده. و حالا برای اجرای قطعمون میبینیم که شروع قطعه البته در میزان نمای 4/4 با دوی بالاتر از دوی میانی هستش با انگشت شماره 5 و در میزان دوم دست چپ هم باز با نوت 2، اما این بار نوت 2 پایین تر از دوی میانی باز هم با انگشت شماره 5 شروع میشه. حواسمون به پدالگیری باشه و یه مقدارم کرشندو دیکرشندو ها و یه سری تفاوت دینامیک هایی هم داریم. حواسمون به لگاتو ها هم هست و البته یه ریتارد هم در انتهای قطعمون هست. تمپومون هم آندانت هست با یه تمپو نسبتاً آروم و معمولی برای شما اجرا میکنم، با هم دیگه میشنویم. 3 4 1. بسیار عالی. در کل پدالگیری در نوازندگی پیانو مقوله بسیار مهم و تعیین کننده در صدادهی هر قطعه و اجرایی هستش و میتونه جزئیات بسیار فراوانی داشته باشه. قرار هستش که در جلسه آینده یعنی جلسه 42 فصل دوم رو به اتمام برسونیم و باز به کمک قطعات و تمرینات تکنیکی که داریم مقوله پدالگیری رو باز هم بیشتر تمرین کنیم و البته که میخوایم یک سری مطالب مربوط به تئوری موسیقی و مطالب هولوش آکوردهایی که قبلا هم ازشون در واقع چیزهایی میدونستیم رو با هم دیگه بیشتر مرور کنیم. مثل همیشه میتونین از پلیلیست کنار من به کل جلسات این دوره دسترسی داشته باشین و سعی کنین که جلسات رو به صورت پشت سر هم دنبال کنین و تمرینات رو انجام بدین. به امید دیدارتون تا جلسه آینده یعنی جلسه 42.